أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله جل جلاله سوره مبارکه کهف آیه 45 فرمایش کن که و بیان بکن پا آیان در ورا دنیای زندگانیه. مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء، چو همه آپایند که ما دیم داد چه آزمانا، فاختلط به نبات الارض، نگو آیی هورتوریا زمین کشار درات کند، زمین کشاران رشد و ردوم کد، رنچه همه آپی دیم دیگا که ما چه آزمانا دیم داد. این دنیای زندگانی در ورا بیان میکنه الله جل جلاله و بیان بکن پا آیان در ورا دنیای زندگانیه، چو همه آپایند که ما دیم داد چه آزمانا، نگو آیی هورتوریا زمین کشار درات کند، فاصبح هشیما تذروه الریاح، فدا تش تش بی تو گواتا بال داد. همی کشار وحدی که درات کن چه همه هوره آپا فدا رنچه خوش بیگا یک گواتی آد کو آی پدا به چیز کتن تو توش توشی کتن تو بردن تی هیچ آثاری چا زمین دراتگین کشاران نمند. دنیای مثال همی داوه. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و الله تعالی هر چیز سرا زورا کن تو قادرند. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و چوک دولداری دنیای زندگیه. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا، و پشت کپوکین یکی شرطرن تی پروردگار گورا پا موزا و امیدش هم شرطر و جوانترند. یکیانی هم موزش گیشترن جوانتر و شرطرن پروردگار گورا و امیدش هم شرطر و جوانترند. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزة و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، و یاد بکن همه روچا که ما رهاده کنه کوه ها. سبحان الله. اور روچا ما قیامت روچا کوهان رهاده کنه. الله اکبر. چطورین ترسناکین روچی آی کوه رهاده گرن. مروچی ما اگه دنیای سرا یا لولوکی گنده یک حیوانی گنده که ما عمران ندیده ما چینچو حیران بین. گوڑا اگر ما کوهان بگیندیم که رهاده بند، گوڑا ما چینچو ما ترس میں جانه کپید. بزن کوه چوتی جاگه ها دیر کاین تو چو رنگ داتگین و شتگین پجما و میدا، اما پجمی که بشنی و رنگی ده همیه پیمه بند، چو رنگ داتگین و شتگین پجما نرم ما همیه کوه و گواه تکیت آیان زیری تو رهاده کشکند روت همیه کوه ها. سبحان الله. و تر الارض بارزة و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، و یاد بکن همه روچا که ما رهاده کنی کوه ها و تو گنده زمین نا. و تر الارض و تو گنده زمین نا که ظاهری پتی هیچ گوکی مانی صاف پتی کوه و جهلی و برزی و بلندگ و جهلگ و کور و یه په گاربن یک پتی بی راستین. و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، و ما درستا مچ کنی نو پشت نگیجی ما چه آیا هیچ کسا. و اردو علی ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. و پیش کنه که بنتی پروردگار دیما
سببندی حالتا علی ربک صفا، چون که مردم مروچی یه جای رو پمپ بنزینی یا یه جای نگنی بی نامبایی نگنگی چطور سپ بندی قیامت روچای مردم هن دروه مودا سپ بندن پاوتی رب دیما الله اکبر چه ترسا و چه بیما و عرضوا علی ربک صفا و پیش کنه که بنتی پروردگار دیما سب بندی حالتا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره علما شما عاد کو رستت میگورا هما پیما که ما شما را اولی برا پیدا کتگت بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا که ما هجبر نداریم پس شما یک وعدهی ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و یر کنه که بی نامه اعمال نتو گنده ظالمان و مجرمان فتر المجرمین مشفقین مما فيه نتو گنده مجرمان و ظالمان که ترس و لرز تهایند و یقولون یا ویلتنا چه همه چیزان که نامه اعمال تهایند گوشند و یقولون یا ویلتنا گوشند که های می بربادی و می شومی یه چه پیمی کتابی که اشیا یه کتاب نام اعمال ویل نکوتا کسانی کارو نه مزنی کاری پاک نویسک بیتا همی می اعمال نامه یا همو که دنیای سر هر چی ما کتا کسانی نو مزنی پاک نویسک بیتا و وجدوا ما عملوا حاضرا بله درستی و تیتها پتا تگند همی نام اعمالا فهمو درون بشتگند و آگندند هر کاری که آیان کتگ و تی دیما و وجدوا ما عملوا حاضرا همو حاضر و ناظر هر کاری که آیان کته و تی دیما او تی کتگین کاران گندن پا تی چما ولا یظلم ربک احدا و نا انصافی نکن تی پروردگار هیچ کسی سرا و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و یاد بکن همه وحدا که ما گوشت فرشتیان که سجده بکنه آدم حضرت آدم نو آیان سجده کت بید ابلیسا فسجدوا الا ابلیس نو درو پرشتیان سجده کت بید ابلیسا کان من الجن آچه جنانت شیطان فرشته نبیته بلکه فرشته دیگرن شیطان چه جنان ذاته چه جنان بیته خلقتنی من نار هنچو که شیطان و توشی من هر کنک بیته کن چه آسا جن ای آسایا فرشته ای نورایا و خلقته من طین که الله تو منا چه آسا پیم کتا و حضرت آدم چه خاکا پیم کتا پس شیطان ای جنانی چکو گروه ففسق عن ابن ربه ففسق عن امر ربه گرا آیی نمنید حکم وتی پروردگار شیطان نمنید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ایا نو شما جور کد آیا بزن شیطانا و آیا اولادان دوست بید منا الله فرمایلی نو شما وتی شما شیطانا وتی دوست جور کنید و منی الله ویل داته و هم لکم عدو حالان که آدرها شما دشمنند بئس للظالمین بدلا چون حراب ظالمانی مز شیطان ادا چوتی پروردگار مهربانی یا درات کو ففسق عن امر ربه ورا نمانیتی حکمتی پروردگار فسق ادا درایگ معنی دند معنی و مفهوم دند ففسق
فسق. فسق درایق معنای دند. فسقت الفاره من جحرها. بزن مشک چوتی هوردا درات. چون که عربانی زبان تهاگوشن بزن شیطان چوتی پروردگار نافرمانیا درات. چون که مشک چوتی همه هوردا درکید شیطان هم که رب فرمان برداریا درات کو نمنیتی. حضرت آدم علیه السلام سجده نکد. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. ایا نو شما جور کد شیطانا و ای اولادان دوست بید منا و هم لکم عدو. حالان که اپهک شیطان گوند چوکان گو اولادان و تیگان شما دشمنند. بئس للظالمین بدلا. چون خراب ظالمانی مز. الله جل جلاله ما را و شما را چه شیطان فرمان برداریا برکینا درو امتا. الله جل جلاله ما را و شما را گو شیطان حشر مکن قیامت روچا. صدق الله العظیم.